سلام به همه، امیدوارم حال همتون خوب باشه. تو این قسمت ما میخوایم ادامه بدیم نکاتی رو راجع به کامپیوترها، چون کامپیوتر خیلی نکته مهمی هستش تو برنامه‌نویسی ویو. شاید بیشتر روش تایم گذاشتیم. الان قسمت دومش میشه. اگر این ویدیو رو میبینید لطفا قسمت اولش رو حتما ببینید، چون پیش نیاز این قسمت میشه. دو تا نکته برای کامپیوترها باقی مونده که من توی این ویدیو قراره به اونا اشاره کنم. یکی که توی داکیومنت ویو که بیاین میبینین که تو قسمت کامپیوتر که ما هستیم یه قسمتی رو اختصاص داده به این که کامپیوتر کشینگ ورسز متدز. متد ها یا همون فانکشن های به طور عامیانه اگه بخوایم بگیم فانکشن هایی که ما استفاده میکنیم، اینجا عنوان میکنه میگه ما هر چیزی رو که با کامپیوتر میسازیم میتونیم با فانکشن ها هم بسازیم. خب الان توی این مثالی که ما داشتیم و از کامپیوتر استفاده کرده بودیم برای isOuter، اینجا ما داریم isOuter رو با کامپیوتر نشون میدیم. حالا میگه بیا اینو تبدیل کنیم به یک فانکشن، اصلا کامپیوتر نباشه. یعنی الان من اینو کامنت میکنم، میام یک فانکشن مینویسم const isOuter مساویه پرانتز باز و بسته اروکی و ماکولات باز و بسته و چیزی رو که اینجا داریم اضافه میکنیم به فانکشن. فقط اینجا دقت میکنیم که وقتی میخوایم صدا بزنیم دیگه یه رف نیست که همینطوری راحت صداش بزنیم، یک فانکشنه، پس پرانتز باز و بسته رو انتها میذاریم. حالا بریم ببینیم که نتیجه چی میشه. همینطوری که میبینی اگه ما کلیر بوکس رو بزنیم میبینیم نو شد، اد بوکس رو بزنیم یس شد. یعنی تو ظاهر قضیه ما میبینیم که شبیه به کامپیوتر داره رفتار میکنه. پس چرا اینجا ما از متد استفاده نکردیم و به جاش اومدیم از کامپیوتر استفاده کردیم؟ چه مزایایی داره؟ خب ما میدونیم که کامپیوتر کش میکنه اطلاعات رو و فقط وقتی اجرا میشه که چیزی که بهش وابسته است تغییر کنه، که تو اینجا وابستگی ما، دیپندنسی ما بوکس توی آوتر بود. یعنی ما اگر تو آبجکت آوتر، تو ریاکتیو آوتر کی دیگه ای مثل نیم رو عوض میکردیم، میدیدیم که تغییری توی ایز آوتر نداریم و فقط وقتی بوکس رو عوض میکردیم این تغییر رخ میداد. یعنی که ما یه کشی داریم که فقط در اثر یه تغییر دوباره ری رندر میشه و این خب خیلی کمک میکنه به پرفورمنس، در حالی که الانی که فانکشن داریم ما هر چیزی رو که دست بزنیم یک بار این فانکشن صدا زده میشه. یعنی اگر اینجا مثلا من نیم رو هم تغییر بدم باز این فانکشن یه بار صدا زده میشه و اجرا میشه و این نتیجه رو داره نشون میده. حالا الان ما نمیتونیم ببینیم این رو، یعنی خب نتیجه رو میبینیم و فانکشن ما فانکشن ساده‌ای هستش، کوتاهه، اما همین اتفاق اگر توی داده هایی که خیلی بزرگه یا لوپ های خیلی زیادی داره اگر ما بخوایم ببینیم خب خیلی رو پرفورمنس تاثیر داره. و دیگر این که ریاکتیو هستش کامپیوتر دیگه ما داریم استفاده میکنیم، در صورتی که فانکشن ریاکتیو نیست و همین ریاکتیو بودن خودش یه حسنه، به خاطر اینکه در لحظه فقط همون قسمتی که این داره استفاده میشه ری رندر میشه و همه اینها باعث میشه که ما بین متد و کامپیوتر استفاده کنیم. پس جاهایی که ما ببینیم میتونیم از کامپیوتر استفاده کنیم به جای متد، خب خوبه که از کامپیوتر استفاده کنیم. این نکته بود که خیلی مهمه تو برنامه نویسی بهش اشاره کنیم و اشاره کردیم. و نکته دیگه که اینجا من میخوام راجبش صحبت کنم چیزی هستش که توی این نسخه ویو بهش اضافه شده، قبلا نبوده و اون چیه؟ قسمت previous value هستش. الان توی این قسمت getting the previous value چی میگه؟ میگه توی کامپیوترها گاهی اوقات ما احتیاج داریم که مقدار قبلی رو که کش کامپیوترمون داشت در دست داشته باشیم. قبلا ما این دسترسی رو نداشتیم اصلا
برای این کار اومدن تو این ورژن یه پریویس ولیو اضافه کردن و خب کار خیلی قشنگیه. البته من خودم توی کارام بر نخورده بودم بهش، به خاطر اینکه شایدم چون نداشتیم دنبال راهکارهای دیگه میگشتیم، ولی خب این نکته اضافه شده توی ویو و خب خیلی خوبه که یادش بگیریم. خب اینجا اومده مثلا یه مثالی واسه کانت زده. برای مثال ما میتونیم از همین استفاده کنیم، رف رو ایمپورت میکنیم توی ویو و میایم اجازه بدیم من چیزایی رو که لازم نداریم کامل پاک کنم که چیزهایی رو که فقط لازم داریم استفاده کنیم. خب ما اینجا یه رف تعریف کردیم و ایمپورت کردیم و کانست کانت رو تعریف میکنیم رف باشه. یه دیفالت ولیوی هم بهش میدیم، مثلا 2، مثالی که خودش اینجا زده. و اومده اینجا حالا یه مثالی زده. این از همین مثال من استفاده میکنم چون مثال مفهومی خوبی بود. میاد میگه که من یه دونه کامپیوتری تعریف میکنم اینجا به اسم always small و این رو و چیزی که اینجا مطرح میشه فعلا این چیزی هستش که read only هستش، پس ما get و set نمیدیم. از این فرمت نوشتاری داریم استفاده میکنیم و وقتی از این فرمت نوشتاری استفاده میکنیم متغیری رو که داخل پرانتز بهش میدیم previous value مونه. اینجا حالا previous دادیم، ما میتونیم هر اسمی برای این بذاریم، هیچ فرقی نمیکنه، مثلا value بذاریم و اینجا از value استفاده کنیم یا هر چیز دیگه واسه همین، یا مثلا برای اینکه خانه باشه مثلا هم پری میذاریم. نه فقط اینو تغییر میدم برای اینکه ببینید این یک اسمه، ما فقط میدونیم متغیری که به اینجا میدیم اون previous valueیه که داریم. این پری چی میگه؟ میگه من نگاه میکنم که کش قبلی که این کامپیوتر داشته چه مقداری بوده، حالا میام اینجا بنا به این شرطی که ما میذاریم اونو اجرا میکنه. ما میام اینجا چی میگیم؟ میگیم که اگه کانت ولیومون کمتر از 3 بود خود مقدار کانت رو برگردون، اما اگه بیشتر از 3 بود اون مقدار قبلیه رو برگردون. خب یعنی یه کامپیوتریه که در اصل عدد بزرگتر از 3 رو بر نمیگردونه. حالا اینجا من میام این رو به نمایش میذارم، یعنی بیام اینجا چیز اضافه رو فعلا پاک کنم. خب اینجا مثلا small number میذارم به عنوان تایتل و اینجا کامپیوترمون رو میذارم. خب بریم نتیجه رو ببینیم. فعلا میبینیم 2 رو داره نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه دیفالت ما الان 2 بوده. حالا اگر من این دیفالت رو 4 بذارم هیچی نشون نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه تو این کدی که ما نوشتیم میگه که آیا از 3 کمتره؟ بله یا نه؟ خب میبینیم کمتر نیست، پس وارد این ایف نمیشه، میاد خارج اون، میگه حالا مقدار قبلی شد تایپ کن. خب مقدار قبلی فعلا کش نکرده که، پس نال نشون میده. حالا ما فرض میکنیم مقدار 2 رو داریم. خب میایم اینجا یه باتن تعریف میکنیم و میگیم add number. میگیم وقتی که add sign click، یعنی وقتی که کلیک شد این باتن، بیا فانکشن add number رو اجرا کن یا متد add number رو اجرا کن و این متد رو میایم تو قسمت اسکریپت تعریف میکنیم. خب کانست اوکی و اینجا چی میگیم؟ میگیم بیا به مقدار کانترمون یکی اضافه کن مثلا و این رف هستش، پس به کانت دات ولیو پلاس پلاس کن، یه واحد اضافه کن. خب ببینیم آیا اجرا میشه. میبینیم 2 میشه 3، یکی دیگه بهش اضافه میکنیم میبینیم اون 3، در صورتی که الان مقدار کانت 4 شد. اما چیزی که اینجا ما داریم میبینیم چیزیه که داریم از این ریترن میکنیم. اگه میخوایم مقدار کانت رو ببینیم
میتونیم بیایم خط بعدی مقدار کانت رو نشون بدیم. میبینیم مقدار کانت 4 هستش، اما دیگه 3 رو نشون میده چون 3 رو توی کشش داشت. میاد پس توی کامپیوتر چک میکنه، میبینه که کوچیکتر از 3 نه، پس مقدار قبلی رو نشون بده. خب اینجا ما میتونیم از مقدار قبلی استفاده کنیم و خیلی جاها ما احتیاج داریم به اینکه بدونیم مقدار قبلی که تو کش داشتیم تو کامپیوتر چی بوده که بتونیم مثلا یه سری چیزا رو باش مقایسه کنیم یا استفاده کنیم. مثلا مقایسه کنیم که آیا یه اسمی از یه چیزی به یه چیز دیگه آیا اجازه داره عوض بشه یا نه مثلا، یا خیلی مثالهای دیگه و خیلی مهم و کاربردیه. و اینجا یه مثال دیگه که زده واسه رایتبلشه، گفته که اینجا میتونیم به صورت گتر و ستر هم، یعنی به صورت گت و ست هم ما این رو بنویسیم. دقیقا به صورت رایتبل هم میتونیم بنویسیم که خب اینجا ما میتونیم یه دقیقه من این رو کامنت کنم که به صورت رایتبل هم بنویسیمش. میتونیم بگیم کانست، همین اسم این فانکشن استفاده میکنیم always small مساوی computed. خب حالا میخوایم از فرمت رایتبل استفاده کنیم، پس تو شکلات بازو بسته میکنیم. یه پراپرتی get داره و یه پراپرتی البته کاما یادمون نمیره و set. خب چیزی که میدونیم get همین مثل اینجا قرار previous valueمون رو بگیره و set یه new valueمون رو قرار بگیره. خب حالا همین شرط هایی رو که ما اینجا داشتیم برای گتمون همینجا قرار میدیم، شرط گتمون رو، و میگیم که اگر کانت کمتر از 3 بود خود کانت رو نشون بده، اگر که بیشتر از 3 بود مقدار قبلیش رو نشون بده که تو کش هست. حالا اینجا میگیم اگر ما کانت رو عوض کردیم تو بیا مقدار جدید کانت رو بذار مثلا نیو ولیوی که میگیری. حالا ما برای اینکه بتونیم مقدار کانت رو عوض بکنیم احتیاج داریم یک اینپوتی داشته باشیم. پس میایم اینجا یه اینپوتی تعریف میکنیم که وی مدلش بتونه کانت باشه. خب کانت نوعش یه نوع عددیه، پس تایپش رو نامبر در نظر میگیریم و وی مدلش رو میذاریم کانت که مقدار کانت رو هم بگیره هم نشون بده. خب ببینیم که نتیجه چی هستش. بله میبینیم که کانت از 1 شروع شده. خب ما اینجا 1 گذاشتیم مقدار دیفالت کانت رو و اینجا هم داره 1 رو نمایش میده و مقدار کانت هم که 1 هستش. اینجا مقدار کامپیوترمون یعنی مقدار در اصل always smallمون رو داره نشون میده. خب ما میایم اد نامبر میکنیم، میبینیم که بله کامپیوتر داره 1 اضافه میشه و از 3 میبینیم کانت بالا میره، اما این مقدار کامپیوترمون که always small هست همینطوری 3 میمونه. حالا اینجا من میام مقدار کانت رو عوض میکنم، مثلا میذارم 51، میبینم این مقدار 3 هست. اگه نال کنیم میبینیم اون مقدار هم نال میشه، به خاطر اینکه وارد این شرط کامپیوتر ما میشه، میگه که آیا مقدار نال از 3 یا undefined از 3 کوچیکتره، میگه آره، پس میاد اینجا و همون مقدار رو نشون میده که در اصل نال هستش. و اگر 1 باشه میبینیم خود 1 رو نشون میده، به خاطر اینکه 1 کوچیکتر از 3 هستش. اگر 2 باشه 2 رو نشون میده، 3 رو نشون میده، ولی 4 دیگه نشونش نمیده. خب چرا الان نشون نداد؟ ببینید 3 رو نشون داد، اما به محضی که من این رو پاک کردم مقدار قبلی شد نال، پس چیزی که تو کش داره ناله دیگه، 3 نیست. وقتی 4 رو اضافه میکنم میره اون مقداری که تو کش داره رو نشون میده، پس اینجا ما نال داریم که عدد رو نشون نداد. اما اگر 3 داشته باشیم و من این رو 31 بکنم میبینیم که اینجا 3 میمونه، به خاطر اینکه مقدار قبلی که تو کش داشته 3 بوده، پس داره همون 3 رو اینجا نشون میده.
خب این بود از مبحثی که راجع به previous value ها بود. حالا چه به صورت writable یا چه به صورت فقط readable راجع بهشون صحبت کردیم که خیلی کاربردی هستش. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر میخواین از من حمایت کنید ممنون میشم که سابسکرایب کنید، ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید و این تنها راه حمایتی از من هستش. امیدوارم ویدیوها رو پیگیر باشین. ما ویدیوهای جدید میذاریم و منتظرتون هستم که از ویدیوهای بعدی هم دیدن کنید.